روزی روزگاری در دل جنگلی سبز روباهی زیرک زندگی می کرد که همه حیوانات او را به هوشش می شناختند، نه به خاطر زورش، نه به خاطر دندانهای تیزش، فقط به خاطر فکرش. یک روز روباه فهمید که گرگ جنگل هر شب سر راه رودخانه کمین می کند و غذای بقیه را می گیرد. همه می ترسیدند و کسی جرأت اعتراض نداشت. روباه اما نقشه‌ای کشید. او به سراغ گرگ رفت و گفت: شنیدم پایین رودخانه گنجی پیدا شده، اما فقط کسی می تواند آن را ببیند که شب تا صبح همانجا نگهبانی بدهد. چشمهای گرگ برق زد. همان شب جای همیشگیش را ترک کرد و رفت پایین رودخانه. روباه هم بی سر و صدا به بقیه حیوانات خبر داد. آن شب همه با خیال راحت آب خوردند و غذا جمع کردند. صبح که شد، گرگ خسته و گرسنه برگشت و فهمید فریب خورده است. از آن روز به بعد دیگر کسی از او نترسید، چون فهمیدند هوش همراه با همکاری از زور تنها قوی تر است. روباه زیرک، او فقط لبخند زد و گفت: زور می ترساند، اما عقل راه نشان می دهد.